بهترین حالات و آرزوها رو برای شما درخواست میکنم در این ساعت و در این وقت. بهتره که خودتون رو در حالت آرام و ریلکس قرار بدید. میخوایم امشب با هم یه مدیتیشن بسیار عالی رو انجام بدیم در همراستایی سیاره‌ای. در مکانی آرام در حالت نشسته یا درازکش قرار بگیرید. اگه دوست دارید میتونید عناصری مثل آب، مثل کریستال، مثل شمع رو کنار خودتون بذارید، چشمانتون رو ببندید یا حتی باز نگه دارید و چند نفس عمیق بکشید. به دم و بازدم خودتون توجه کنید و اصلاً نگران افکاری که به سمت شما میان نباشید. بدنتون رو به روش‌های مختلفی که یاد گرفتید ریلکس کنید. بدنتون رو به زمین بسپارید و احساس کنید که تمام بدن شما به زمین تکیه کرده و همه چیز در حال تعادل هست. تصور کنید که آسمان زیبای شب پر ستاره در بالای سر شما گسترده شده. 7 ستاره با شکوه در راستای آسمان بالای سر شما قرار گرفته. از این 7 ستاره انرژی کیهانی به سمت زمین روانه شده. احساس کنید که این نور مثل یک جریان طلایی از سمت آسمان به سمت بدن شما میاد. این نور طلایی از سمت آسمان وارد چاکرای تاجی شما میشه و از میان تمامی چاکرای شما عبور میکنه تا به مرکز قلبتون برسه. با هر دم و بازدم این انرژی رو بیشتر و بیشتر وارد بدنتون کنید و با هر بازدم تمامی ترس ها، استرس ها و انرژی های منفی رو از خودتون بیرون کنید. حالا که این نور 7 ستاره‌ای وارد بدنتون شده، بدن شما در حال درخشش نور زیبای طلاییه. حاله طلایی و درخشان دور بدنت رو که ایجاد شده حس کن و از اینکه تو در این نور زیبای طلایی محافظت میشی احساس خوبی داشته باش. این نور تو رو از تمامی انرژی های منفی محافظت میکنه، زخم های روحیت رو التهام میده و اضطراب های گذشته رو از تو دور میکنه. تو همکنون در تعادل کامل با کیهان قرار گرفتی. اکنون درخواست خودت رو میتونی بدی به جهان هستی و منتظر پاسخ باشی. این پاسخ به آرامی به قلب تو خواهد نشست. اگر هیچ درخواستی هم نداری، منتظر پیام زیبای جهان هستی باش که اون پیام بر قلب تو شکل خواهد گرفت. چند لحظه ای
آرام و صبور و بی حرکت فقط و فقط به انرژی که از کائنات، از آسمان به سوی تو سرازیر میشه و تمام بدنت رو گرم این انرژی میکنه، فقط به اون توجه کن. از جهان هستی بابت این اتصال زیبا سپاسگزار باش. احساس بسیار زیبایی داری. به آرامی و آهستگی شروع به حرکت دادن دست‌ها و پاهات بکن و سپاسگزار این لحظه بسیار زیبا باش. این مدیتیشن رو میتونید از امشب تا فردا شب برای این روز خاص انجام بدید. از اینکه در کنار من بودید از شما ممنون و متشکر و سپاسگزارم. مریس هستم و همراه همیشگی شما در مدیتیشن هایی با نور و عشق.